10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در دانشگاه لیدن هلند سمینار پرباری به ابتکار مرکز حامیان حقوق بشر و پشتیبانی چند نهاد هلندی از جمله هیفوس برگزار شد. سخنران اصلی مراسم شیرین عبادی وکیل مدافع و برنده جایزه صلح نوبل بود. پس از خوشامدگویی توسط 2 سخنران هلندی، پروفسور اریک یان سورشر از دانشگاه هلند در یک سخنرانی به موضوع تنوع و چند صدایی در جامعه مدنی پرداخت و به این منظور جنبش مدنی میدان تقسیم استانبول را بررسی کرد. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در سخنرانی خود تجربیاتی را در بازتاب دادن صدای جامعه توسط خبرنگاران بیان کرد. او در سخنرانی خود پیامی را که در همون روز 10 دسامبر از پروین فهیمی دریافت کرده بود پخش کرد. مادر سهراب عرابی در این پیام از بی‌توجهی مسئولان حکومت ایران به دادخواهی او به عنوان مادر یکی از کشته شدگان حوادث سال 88 سخن گفت و تاکید کرد که او از سهراب که سخن میگوید به همه جوانان کشته شده و همه زندانیان میاندیشد. عنوان مراسم روز جهانی حقوق بشر در لایحه به ابتکار مرکز حامیان حقوق بشر برای برابری جنسیتی بود. در بخش دوم سمینار سخنرانان عمدتاً به موضوع زن در ایران پرداختند. در این بخش همچنین فیلمی از جواد منتظری، عکاس ایرانی با موضوع حجاب نمایش داده شد. دکتر سید قراب استاد زبان فارسی در دانشگاه لیدن در سخنرانی خود از چهره زن در شعر نظامی گنجوی و شاعر کمتر شناخته شده معاصر ژاله گفت. همچنین از آزادیخواهی و مبارزه با تبعیض در شعر سیمین بهبهانی. دکتر پیام اخوان حقوقدان سخنرانیش رو به جایگاه مبارزه زنان علیه تبعیض در مبارزه عمومی حقوق بشری اختصاص داده بود. شرکت کنندگان در یک پنل 3 نفره رضوان مقدم و کاوه کرمانشاهی و امیر رشیدی بودند. با بحث ویژه‌ای پیرامون نقش مردان در جنبش زنان ایران. پیش از سخنرانی شیرین عبادی، فرح کریمی عضو سابق پارلمان هلند و مدیر کنونی یک NGO هلندی که در زمینه توسعه فعاله، از تجربیاتش در مورد مسئله زن در کشورهای فقیر گفت. در پایان هم شیرین عبادی بر نقش پیشتاز مبارزه زنان در مبارزه حقوق بشری تاکید کرد و گفت غفلتی که در دوره آغازین پس از انقلاب در مورد مسئله زن از جانب بخش عمده فعالان سیاسی اپوزیسیون صورت گرفت، هنوز به این صورت تکرار می شود که عده‌ای می گویند نباید مسائل حقوق بشری را عمده کنیم، چون در حال حاضر مسائلی مثل مذاکره اتمی اهمیت بیشتری دارد. شیرین عبادی از این دیدگاه به شدت انتقاد کرد و تاکید کرد که حقوق بشر نباید تابع هیچ مصلحتی باشد. پس از پایان سمینار در دانشگاه لیدن با شیرین عبادی به گفتگو نشستیم. متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به بهبود نیست. این رو حتی از گزارش‌های آقای شهید هم میشه درک کرد. از تاریخی که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیدن تا به امروز، اگر این دوران زمانی رو در نظر بگیریم، به نسبت سال قبل هم اعدام ها بیشتره، هم دستگیری ها بیشتر شده. وقتی که به اعدام ها نگاه میکنیم میبینیم که این اعدام ها 99% از اقلیت های قومی و مذهبی هم هستن. در چند مورد جزئی پیشرفت‌هایی داشتیم. مثلا اجازه استفاده از زبان گیلکی رو در شورای شهر دادن که این خب به هر حال یک گامی است مثبت. اما اگر ما بخوایم پیشرفت‌هامون رو در مقابل نقض حقوق بشر بگذاریم، باید بگم که کفه ترازوی نقض حقوق بشر بسیار سنگین تره. یکی از چیزهایی که من خیلی روش حساسم و اعتراض دارم، وضعیت زندانیان سیاسی بیمار است. به خاطر شرایط بد زندان، غذای نامطلوب، هواخوری کم
زندانیان زیادی بیمار شدند، به درمان اینها نمی پردازند و حتی برای کمک به اینها 4 نفر از بقیه زندانیان سیاسی مجبور شدن که اعتصاب غذا بکنن برای اینکه توجه جهانیان رو جلب بکنن. علاوه بر این، اگر بعد از پیگیری‌های فراوان اجازه بدهند که کسی درمان بشود، میگویند هزینه درمان رو خودت بایستی بدی و اگر در بیمارستان بستری میشه هزینه محافظش رو هم خودش بایستی بده و این هزینه ها کمرشکنه، در حالتی که تمام این مسائل خلاف قانونه. به موجب قانون سلامت زندانی بر عهده مسئولین زندان است، یعنی اونها مکلفند که به وضعیت بهداشتی و سلامتی زندانی ها رسیدگی کنند. اما میبینیم که در ایران قانون یک چیز مسخره‌ای شده. مدت هاست که انرژی هسته‌ای سایه انداخته روی موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر. کشورهای غربی از جمله آمریکا فقط به امنیت خودشون فکر میکنن، فقط فکر میکنن که اون چه که مهمه این است که ایران به بمب اتمی دسترسی پیدا نکنه و امنیت اونها صدمه نخوره و دیگه فراموش کردن که مردم در ایران چگونه کشته میشوند، چگونه به زندان میروند یا از تحصیل باز میمانند و هزاران مشکلات دیگر. و به خاطر همین فراموشی است که ما شاهد این وضعیت حقوق بشر داره روز به روز بدتر میشه. یعنی از تاریخی که مسئله انرژی هسته‌ای بزرگ شد و تبدیل شد به مسئله بین المللی، میبینیم که وضعیت حقوق بشر داره روز به روز بدتر میشه. تحریم اقتصادی مردم رو صدمه میزنه و باعث گسترش فقر شده و در این حال تعدادی با استفاده از راه‌های حکومتی روز به روز ثروتمندتر میشوند. من با تحریم اقتصادی و همچنین حمله نظامی به ایران مخالفم و به جای اینها تحریم سیاسی رو پیشنهاد میکنم. تحریم سیاسی ایران چندین نوع میشود اعمال بشه. اول اینکه لیستی از ناقضین حقوق بشر تهیه بشه و به اونها ویزای ورود یا مجوز اقامت در خارج از ایران داده نشه، اگر اموالی دارن مصادره بشه. البته اتحادیه اروپا یک لیست 190 نفری داره، اما این لیست اولا کافی نیست، باید افزوده بشه و در ثانی خودشون هم به این لیست احترام نمیگذارن. یعنی برخی از افرادی هستن که جزء این لیستن ولی که آزادانه وارد اروپا میشن، از جمله مثلا آقای نجار زمانی که وزیر کشور شد ایشون رو معاف کردن و به همین دلیل توانست بیاد اتریش و در یک کنفرانس مبارزه با مواد مخدر استفاده کنه. یا آقای صالحی اساسا جزء لیست تحریمه ولی که دائما سفر میکنه. بنابراین هم لیست بایستی گسترش پیدا بکنه و همین که اون لیست دقیقاً اجرا بشه. یکی دیگه از تحریم ها تحریم ماهواره‌ای ایرانه. ایران به زبانهای غیر فارسی تلویزیون داره و از اون طریق نفرت پراکنی میکنه و تبلیغات حکومتی را ارائه میده. این تلویزیون ها روی ساتلایت های اروپایی برنامه میده. یکی از این ساتلایت ها هاتبرد که شرکت یوتلساته که مالک هاتبرده. تا مدت ها هاتبرد ممنوع بود برای ایران ولی که مجددا از یک ماه قبل شنیدم که و اعلام شد که 2 مرتبه تلویزیون عربی زبان حکومت ایران رفته روی هاتبرد و من همینجا اعلام میکنم که شرکت یوتلسات مخالف آزادی بیانه و امیدوارم پیام من به گوش رئیس جمهور فرانسه برسه، زیرا که رئیس جمهور فرانسه خود رو پرچمدار حقوق بشر و آزادی بیان می‌داند و اگر پرچمدار هستید جلوی شرکت یوتلسات رو بگیرید، زیرا که 1/3 سهام یوتلسات متعلق است به دولت فرانسه.
زمانه برای هر زمان، برای هر سلیقه.